آکادمی موسیقی گوگوش خیلی خوش اومد. دیدیم که زمانی رسیده تا استادای آکادمی گزارش نهاییشون رو بدن و شرکت کننده ها نظرشون رو راجع به رقیباشون میگن. بریم ببینیم 4 شرکت کننده آخر چه حرفایی برای گفتن دارن. در جلسه آخر سارا خانم گوگوش یک نکته مهمی رو بهش گفت، اینکه چطور باید ترانه رو با تمام وجودش حس کنه. آماده یا؟ امیدوارم. واقعا هستی فکر میکنی؟ مطمئن نیستم حالا، ولی امیدوارم که باشم. باید مطمئن هستم. بله. من فکر میکنم درسایی که این مدت هومن جان هم بابک به شما دادن، به همه بچه ها، اگر به کار گرفته بشه براتون کارسازه و اگر واقعا تو ذهنتون این باشه که خوانندگی رو بخوای ادامه بدی، آیا فکر میکنین که بخوای این کار بکنی؟ 100% آرزومه که این کار رو بکنم واقعا از ته دل. خوندنم باید توی تو بره، یعنی با دلت، با پوستت، با خونت عجین بشه، بدون که بهش فکر کنی اجراش کنی. هر چیزی، هر آهنگی. مرسی. خیلی موفق باشی. مرسی. خدا. دل به تو دادم فتادم ببر. سارا خیلی دوست داشتنیه. من مطمئنم از هر کی سوال کنید در مورد سارا دقیقاً همین میگه. واقعا دوست داشتنیه. صدای دلنشینی هم داره واقعا به شخصیتش یه جورایی میخوره. خیلی دوستش دارم. وقت از صداش هم خیلی دوست دارم. میخونه اصلا من شروع میکنم گریه میکنم. یه جورایی مثل خواهر همه بچه‌ها میمونه. دلم میخواد که برای برنامه‌های استودیو زمان بیشتری داشته باشیم برای تمرین کردن. نوتا رو خوب میگیره. حالا ما مو از ماست بکش بیرون و از این صحبت ها هست، ولی وقتی یه چیزایی خوبه و یه چیزایی یعنی بسنجی واقعا خیلی میدونم که صداشو دارم. همین که هر هشتمون اینجا هستیم یعنی که میتونیم، استعدادشو واقعا داریم. منم یکیشونم که میتونم واقعا برنده بشم و به خاطر اینکه صداشو دارم با تمرین، با کارهایی که هومن بهمون گفته، خانم گوگوش گفته اگه این کارا رو انجام بدیم فکر میکنم که بتونم اول بشم. مهمترین مسئله برای ارسلان در این زمان اینه که فشار زیادی رو خودش نذاره. کارهایی که ما این مدت کردیم، تمرین ها، همه جوره، همه مدل، این حرفا، چقدر سعی کرده که اون استرس همتر کنه و اینکه شما وقتی راحت رو صحنه نباشی محال در بیاد. خب 100% که مفید بوده و کارساز بوده برای من خودم شخصا و تو این مدت هم سعی میکنم که تمرینات به خصوص بکنم و حتما اون چیزایی که به حال با هم دیگه صحبت کردیم کار کردیم رو چی میگن اینه یه خون وارد رگام بکنه. تغییری هم میگم حالا حس کردی، به هر حال میگم امروز به فردا نمیشه این کانال رو عوض کرد. یه دیسیپلین کاری میخواد، تمرین هر روزه میخواد. گفتم این آرزوی منه و حتما بهش هر کاری میکنم. ارسلان خیلی پسر خوبیه، کسی که واقعا همه دوستش دارن. هممون میدونیم ارسلان شاید برنده بشه واسه که صداش خیلی داره. یه هنرمند خیلی خام که خیلی راه‌ها داره. یکی از صداهای بهترین رو داره. موسیقی میدونه. ارسلان که خیلی دوستش دارم. علاقم فکر کنم حسم خیلی بهش نزدیکه. این باعث شده علاقم بهش 2 برابر بشه. خوندن من یه بهانه است، یه سرود عاشقانه است. من برات میدونی که باید در مقابل چند صد نفر برنامه اجرا کنی. درسته. برای اون منظورم اینه که دو صحنه که عاشق صحنه هستم. از بودن روش لذت میبرم. این کاری که دوست دارم. دوست ندارم که بذارم که استرس یا هر چیز دیگه‌ای وارد من بشه که من میخوام این آرزومو از دست بدم. توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم. با تو موفق باشه. ممنونم. یه ذره ارسلان جون زیاد جدی نگی بعضی مثلا. چشم. اذیتت نذار بکن. حتما. مرسی. خب ارسلان جون فردا باید بری رو صحنه و باید خودتو آماده کنی. حتما. موفق باشی. ممنونم دکتر، خیلی ممنون. خداحافظ. من که اینجا هستم الان یه برنده هستم که به این برنامه دعوت شدم. و من یه آرزوی قشنگ بوده همیشه، ولی من تمام زندگیم این مسئله هستش، تمام وجودم
همه چی برای من موزیک هستش. استادا میخوان مطمئن بشن که حاله میتونه مشکلاتشو در هنگام خوندن برطرف کنه. اشتباهات خوانندگی، اشتباهات موزیکی فرق میکنه با اشتباهات یه آدم عادی. شاید آدم مثلا توی موزیک هیچ وقت ریتمو گم نمیکنه. اون دیگه یه اکسکیوز چیزه، یعنی آدم داره کارشو توجیه میکنه. نمیشه گفتش که استاپ مثلا از اول میخونه یا مثلا 2 مرتبه از اول یک دفعه میاد. نه من نگرانی توش نیست، نگران نباشی. خب هر آهنگم که به ما داده شده جدید بوده و برای یاد گرفتن هر چیز جدید زمان میشه. اگه دیدی اون وسط یهو صندلی من خالیه یعنی من رفتم بیرون بدونی. نه من امیدوارم به حالی که تمام مشقای شبشو به کار گرفته و میگیره. واقعا منم آرزومه که میدونی آدما متفاوتن خانم، به هر حال یکی زودتر میگیره یکی دیرتر میگیره، اینو باید همه قبول کرد. حاله که بهش من میگم حالی تو حال خودتی، خیلی دختر خوبه، خیلی با احساسه، یعنی آدم سنگی نیست. حاله راجب حاله وقتی من بهش فکر میکنم میگم آخه نازی. اینجا من زمانی است برای یاد گرفتن، نه فقط اینکه نشون بدم چی کار میتونم بکنم. 100%. اینکه نوتو آدم گوشش درست بگیره و ریتمو درست بگیره. دقیقا اینا همه جزء تکنیک دیگه. همینجا که الان هستم واسه من برنده، هم که دارم باعث افتخارم که جلوی خانم گوگوش دارم میخونم، ولی اینو میدونم که صداشو دارم و فرصت رو که الان دارم استفاده میکنم تا اونجایی که میتونم قوی کنم، روش کار کنم. این دفعه اگه بشه که چه عالی، نشه ول نمیکنم. الان وقت رسیده که کسرا این هیجانش رو در اجرای زنده نمایش بده. کسرا جان، شما همونی هم نبودی که جلسه اول کار ما باز دیر اومدی؟ سلام آقای خلعتبری. سلام آقا، من کسرا هم. ببخشید. چی فکر میکنی؟ آماده ای؟ فکر میکنم آره. خب یه مقدار سخته. چی بود؟ داشتم فکر میکردم. فکر میکردی که آماده ای یا نه؟ داشتم فکر میکردم که آمادم یا نه. وقتی که حوصله نداری فقط باید به کسرا بگی من بخندون، اون دیگه کارشه. من خیلی بهش احترام میذارم، به هنرش، به کارش و پسر دوست داشتنیه. اولین بار که اومدم اینجا خوندم خیلی استرسش بیشتر بود، مخصوصا خب جلوی شما که خوندم خیلی استرس بیشتر بود. اگر چشمه مایه از هم نخوش کرد دیگه فکر کنم بودنتون بیشتر تبدیل به انرژی شد به جای استرس. الان خیلی اعتماد به نفسم برای خوندن بیشتره. شما هم که باشی که دیگه 100%. شاید باورت بشه معنی عشق و بردم بی تو محال زندگی. با اجازه. مرسی کسرا. یه چیزی هم هست که این باید یه خود روش فکر کنه، میگم حتما حواستون بوده موقعی که میخونه ته صدا اون ویبرو اول نیست، آخر هر نوته، آخر هر جمله است. میدونی آخرش مثلا میگم دادا دادا دیدا دیدا خدا حافظه ای داغ بر دل نشسته. من اون قسمت خوبی که دارم یعنی اونقدی هستش که واقعا میتونم، یعنی احساس کنم که میتونم قشنگ با بقیه رقابت کنم. از فردا، از همین فردا برنامه آکادمی موسیقی گوگوش در استودیو ضبط میشه با نور، تماشاچی و همطور که در اولش گفتم مهمتر از هر چیز صدا. آیا این 8 خواننده واقعا قابلیت ستاره شدن رو دارن؟ آیا به موقع آماده میشن؟ طی هفته‌های آینده 8 خواننده ما برای موندن توی مسابقه به روی صحنه میرن. چه کسی میمونه و چه کسی از جمع ما جدا میشه؟
این رو شما تعیین میکنید. با تماساتون به صورت رایگان به خواننده مورد علاقتون رأی میدید. خداحافظی سخته ولی خداحافظ. البته خداحافظی نیست، برنامه اصلی تازه مونده رها. اصل کاری هم پس میبینیم. شبتون خوش.